17 август 2022 با مسابقه ایماف جهانی با دولت متحده ایالات عرب شهر ابوظبی با مسابقه رفته. من در آنجا 4 حریف داشتم. من هر 4 اینها رو مغلوب کرده سزاوار جای اول شدم و یکم حریف من از ارمنستان و دوم رقیبم از جمهوری ازبکستان، سوم رقیبم از دولت امریکا و چهارم رقیب فینالیستی من از دولت اوکراین بود. اول تربیه میگن، پس از اون میگن قهرمانی. ما تربیهش اول اهمیت دادیم، تربیه خوب دارد. 7 سال است که مشق و تمرین میکند. از سببی که گوش میکند در مشق ها ادبانه رفتار دارد، مشق میکند. ما باور داشتیم در هر یک مسابقه هایی که اون رو ما میبروردیم جوی سزاوار جوی اول میگشت. این نشانه اون بود که ما اگر کم طریقه زحمت کشیم شاید چمپیون جهان شود.